موافقی صلادید داوران پهلوان شناخته دیار اسماعیل جان میرسه به داوری دعوت میکنیم. مرحمت داوری آز اول داوری کنن یا اگه پروندشون ملایم شود خیلی پیدا شود انشاءالله من کارای محمد جان میرسه تکرار میکنم. اسماعیل جان میرسه به داوری مرحمت میدان خالی نماند. پهلوانان مرحمت میدان خالی نماند. امتیاز داریم درختک نوای اندیل تا آسمان تا آسمان. حالا از نام رئیس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نایب مشهور محترم علیزاده اعظم نوروز یک تنور برقی وارد خزینه نوروزی می شود و من ایمان کامل دارم که کمیته این را با خوبی پیشنهاد میکنه و برای پهلوانان میکنه. شناس بیارتی سویل جان فهمیدشون اشورزاده از کوهستان مشهور با موسیزاده از شعبان میدان قوا آزمایی میکنند. از طرف محمد چوبنداز برای گشنیزهای زیبایی موسای 100 سومونی سنگین مرامت و بار دیگر برای همت بلندی رئیس مقامات اجرایی حاکمیت دولت نایب مشهور از سپاس میکنیم و صاحب سخن میگوید جوانمردی با مال و جان توان کرد. خوشحال کس که جوانمردی با جان کرد. این جوانمردی که از طرف رئیس محترم میشود در خاطر ما میشوند و باید که برای گشنیزهای زیبای ابوبکر موسیزاده از طرف صابر جان 50 سومونی. پهلوان غیرت کنید. از طرف یک برادر جرمای 300 سومونی وارد خزینه نوروز شد. میخواست است که با اشور صلاح‌الدین گشته گیرد. مهره همین 300 سومونی. مرحمت یک بار دعوت میکنیم یا که ما قانون ویران کردیم برای احترام شما. صلاح‌الدین آماده هستن؟ آفرین برای بلندان پهلوانان غیرت کنید. پهلوانان غیرت کنید. یک دقیقه از طرف پهلوان شناخته دیار اسماعیل جان میرو جدا شده است. اشورزاده از کوهستان مشهور آماده گشتگیری هستند. واقعا کوهستان مشهور وطن بابایی باب شما است و باید پهلوانان کوهستان مشهور که آنها آب تازه سرگین درفشان استعمال میکنند از هوای تازه کوهستان بهره میگیرند باید که یک شور و شوق جوان داشته باشند. حکم داور گوش میکنید. ابوبکر موسی در خوازه غالب آمدن. یک جواب تشکر برای نوروز شده لاله خوشنگ برآمد. بلبل با تماشای دف چنگ برآمد. مرغان جهان جمله بکردن پرواز. مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. حریفی پهلوانان بسیار با هم مناقشه نکنید، بحث نکنید. اگر به اتفاق نبیایید داور میتواند که شما امروز وقت است که وقت به قدر رسیدن در کو. از نام بهادر قصاب برای گشنیزهای زیبایی نسخه دولت و 100 سومونی سنگین موافق مصلحت حضر پهلوانان اسماعیل جان پهله ایستاد نیستن شد. همه مهمانان فهمیدن حکم شما را گوش میکنیم. بعد حکم شما میتوانیم که حکم اعلام کنیم. پهلوانان بسیار تیز به اتفاق بیاریم. جمعه 300 سومونی که داشتن میخواستن که با اشور قوا آزمایی کنند. پهلوانان وقت وانی شد برای گشنیزهای اشور و حاجی ملا شریف 400 سومونی در دست ما هست. این امانت گم نمیشود. میتونید که از دست کمیته گرفت شد. اگر آماده باشه صلاح‌الدین آماده است.
مصاحب برنده جایزه جهانی ابوبکر از صاحبان میدان دولت و وزیر پادرک با هم خوبازمایی میکنن. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم و یک قطعه شعری از نام وسط صلح میرزا توسوزاده از نام بابای شادیبک 200 تومانی برای گوشنگاه زیبای دولت. سنگینو یک دقیقه وقت برای این خوبازمایی جدا می شود. غیرتی بهار آمد زیان هم باز یک سال دیگر بگذشت. تمام زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت و مثل گوشت ناخن من همیشه با وطن بودم اگرچه مثل عمری بهترینم در سفر بگذشت. انگری هستند میدان خالی نماند. وطن در هر کجا آمد بسر خارم هوای تو. وطن در هر کجا آمد بسر خارم هوای تو. من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. شروع مرم سینه تجلیزاری شاعر است اندیشه‌داری حور و نور. زینت نوروز و گل را تا ببینی در تاجیکستان با سرور. در هر امیدی غمگساری های بلبل ناله. حریف محمد غفران توشف پهلوان قربان از دهه پردارک به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. واقعا به سمی کل پهلوان ها یک چیز میرسانم که در تربیه پهلوان های دهه راه و کل پهلوان های نایه مشا سهمی استادی ورزش محترم معلم محترم ددبای خیلی کلان است زیرا از خوردی پهلوان ها تربیه کرده است. پهلوان ها به گپ داور گوش ندهند. از نام کل پهلوان ها و از نام کمیته تشکیلی برای استاد گرامی عمر درازی پایانده دعوت جانده تمنا میکنیم. پهلوان ها غیرت کنید. قربان وزیر پردارک یک غیرت ماشاءالله. محمد غفران صبر آفرین. هزار رحمت برای قربان آفرین. با یک تبشیرگر در جلوشان. هزار رحمت برای قربان برای غیرت بلند. خب از نامی آخوند سید مراد شادروان 300 تومانی وارد خزینه نوروزی می شود. از خداوند تبارک تعالی می خواهیم که قبرشان یکی از روضه های بهشت باشد. و حریف محمد غفران تاشیزاده امرالدین طاهرزاده از دهه پردارک. واقعا امرالدین طاهرزاده فرزند جمشید طاهرов هستند. از طرف توشف بای محمد برای گوشتنگ‌های زیبایی 200 تومانی یک دقیقه میسته 200 تومانی رو من دیدم و توشف گرفتن کنار. برای گوشتنگ‌های زیبایی محمد غفران 200 تومانی. در این گوشتنگ نیست تیله حساب نیست. گوشتنگ حلال میگیرند. واقعا امرالدین مثل محمد غفران برای من عزیز است. شاگرد بنده می باشد. از شما خواهش میکنیم که در کاری در عصب امرالدین از بیرون دخالت نکنید. انشاءالله گوشتنگ‌های بسیار زیبای حلال دارد. آینده درخشان دارد. از نام طلای بختیار 50 تومانی. از نام جمال 50 تومانی برای گوشتنگ‌های زیبای محمد غفران و هم امرالدین طاهرزاده. برای آداب بلند امرالدین یک جان تشکر میگیم. باشد که همون قوه و اصول و آداب محمد غفران در شما تربیه یابد تکامل یابد. آینده من انسان ایمان کامل دارم که یک پهلوان شناخته بیار میتونه. محمد سرجان چند نبرد آسیان برق پوندر میزند تیر و کمان چون گلی عاشق بدن عاشق سرای صد جوان خویشتن ساخت سبزگو را در تماشای چمن ساعتی دستت شدم ای عاشقی شیرین زبان. حالا در میدان پهلوان جمعه وزیر پردارک با پهلوان صلاح‌الدین اشورov از صاحبان میدان خوبازمایی میکنند. از نام برادران معذرت میخواهم که اسمشان از خاطرم رفته است. 400 تومانی سنگینو
این 400 سومون رو برادران دهه پردارات برای گشنگای زیبای جمعیف موندیم. یک جان تشکر میگم برای همتی بلندشون. حکم دوباره گوش میکنیم. اسرائیل جون فعلا حساب نیست اینا به نوبت میگیریم تا نوبتی حکم شما بعد غلبه رو ما اعلام میکنیم. غیرت کنیم. بیا ای کاکل افشان مخملی گلپوش مشتا بیارم. حکم داور در این خوب آزمایی از دور غالب آمدن. هزار رحمت برای جمعیت و برای آنهایی که برای جمعیت مبلغ گذاری کردن. حالا حریفی صلاح‌الدین پهلوان روزی وزیر پردارد بعد پهلوان برای کار میخواهیم. موافق مصلحت هر دو پهلوان ها فعلا حساب نیست و از طرف برادران حاجی حسین روزی و سمت 60 سومانی جمع 200 سومان برای گشنگای از نام برادر سلیمان 100 سومانی برای گشنگای زیبای صلاح‌الدین و با 100 سومانی دیگر از نام صلاح‌الدین برای گشنگای زیبای روزی سلیمان معذرت میخواهم. 100 سومانی دیگر از نام حاجی خالد برای گشنگای زیبای صلاح‌الدین. تلوی بختیار تلو خبردار باش نه حاجی بچه پیمون شده. نوروز روزوای 50 سومانی تلوی بختیار 50 سومانی از برادر گرامی حاجی تلو خواهش میکنیم که یک بار همون سیاتی تلوی بختیار خبر گیرید. از بیرون خواهش میکنیم دخالت نکنیم. هزار رحمت. هزار رحمت برای گشنگای زیبای صلاح‌الدین و برای کوشش‌های روزی و برای اون برادرانی که برای هر دو پهلوان خوب آزمایی کردند. در مرکزی میدان حسن جان سفر و فرموده گشنگیری هستند. مرحمت میدان خالی نمونه. اینجا تدریس شده پهلوانی که غالب میدان از نزد توش با محمد گذران اینطور کتاب داشتیم. مرحمت در مرکزی میدان پهلوان شناخته دیار سفر و حسن جان آماده گشنگیری هستند. من باز تاکید میکنم پهلوان ها مرحمت پهلوان ها کوشش کنید که همین توفه ها مفت شاهد پهلوان های دیگه راه نشوند. 1 دقیقه وقت محدودیت وقت است برای این بازی. پهلوان ها غیرت کنید. سنگر استقلال با سبب پیدا نشدن حریف غالبیت نصیبی حسن جان میمونم مرحبا در میدان پهلوان حاجی زاده از دهه پلدارک با پهلوان سطفالله و صاحبان میدان خوب آزمایی میکنند. به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم و اهدا به خدمت های پیشوای ملت شعر شاعر خلق جمهوری تاجیکستان شادروان بازار صابر. و واقعا کمیته تشکیلی جشن نوروز شخصا با رئیس و سردار شعبه وزارت کار داخل در ناحیه مشهد برای خدمت‌های خالصانه و صادقانه‌شان که امروز کارمندانشان در پی تأمینات ترتیبات جمعیتی جاری کردند از سپاس می‌کنند و اینک سیدالله یکی از کارمندان شعبه وزارت کار داخل در ناحیه میباشند. این هم یک خدمت خوبی کاربری سردار شعبه هستند. خواهش می‌کنیم حاجی زاده به گپ داور گوش اندازید.
دقت کنید و حاجی زاده میفهمند گپ انشالله. حاجی زاده از دهی پل دارد با سیف الله. اسماعیل جان اگر به پاکن گویم ورزش سبکن میتواند که با انسان بیست زوه دوستان گرامی، واقعا من از مردم شریف مشهور خیلی سربلندم که یک عالیت بلند دارم. میگن که از عالیت بلند، از همت بلند به جای میرسیم. امروز یکی از فردان برامند دیار شادروان اکای ترسوبای جایشان جمع شود، قبلشان که از روزه های باقی بیش باشد و مبلغ 500 سومانی وارد خزینه جشن نوروزی دهه را کردند. من ایمان کامل دارم که دست اندرکاران این جشن یک فاتحه برای روح اکای ترسوبای ارزانی دارند و همیشه خانه آخرشون آباد باشد. یک دقیقه وقت جا می شود، غیرت کنید. چقدر بازار صابر است، حکم داوره گوش میکنیم. اسرائیل جان وزیر تر خواهش میکنم از شما التماس